با سلام و درود خدمت هموطنان عزیز و ارجمند، در ابتدای این مجله اقتصادی هفته لازم میدونم که ابراز همدردی بکنم با خانواده هایی که داغدارن، عزادارند و به هر صورت ما هم در واقع با این درد اونها شریک هستیم و امیدواریم که این روزهای سخت و پرحادثه زودتر سپری بشه و ملت شریف ایران بتونند به آسایش و رفاهی که شایسته اونها هستش زودتر دست پیدا بکنند. به صورت با ابراز این تسلیت و همدردی مجله اقتصادی این هفته رو خدمتتون تقدیم میکنم. اولین خبر ما در مورد رونق هوش مصنوعی در ایالت کالیفرنیا هستش که در واقع باعث شد کسری بودجه این ایالت رو تا حد بسیار زیادی کاهش بده. دولت آقای گوین نیوسام فرماندار کالیفرنیا لایحه بودجه سال مالی 26-27 رو ارائه داده که کسری حدود تا 3 میلیارد دلار رو نشون میده و این کسری بسیار کمتر از برآورده‌های اولیه بوده است. قبلا این پیش بینی شده بود که کسری حتی میتونه تا 18 میلیارد دلار باشه، اما رشد بخش فناوری به ویژه شرکت‌های مرتبط با هوش مصنوعی و سهام اونها در اقتصاد کالیفرنیا موجب افزایش چشمگیر درآمدهای مالیاتی ایالت شده. کالیفرنیا با افزایش ارزش سهام شرکت‌های تکنولوژیکی و هوش مصنوعی مثل متا، مثل گوگل، مثل انویدیا که سهم زیادی در بازار هوش مصنوعی دارند توانسته که درآمدهای مالیاتی بیشتری از سود سرمایه و مالیات بر درآمد رو جمع‌آوری بکنه و این افزایش درآمدها اینقدر در واقع زیاد بودن که به کاهش کسری بودجه از اون سطح پیش بینی شده که من خدمتتون عرض کردم که حتی پیش بینی شده بود تا حد 18 میلیارد دلار برسد، اون رو کاهش داده رسونده به 3 میلیارد دلار. اما کارشناسان هشدار میدهند که این رونق هوش مصنوعی ممکنه که دائمی نباشد و درآمدهای اون بسته به وضعیت بازار سهام میتونه نوسان داشته باشه، به خصوص که بخش اعظم این درآمد از سود سرمایه ناشی از سهام فناوری است و نه از رشد شغل و یا اقتصاد گسترده. به هر صورت این وابستگی خاص بیشتر به تکنولوژی و به بازار سرمایه مربوط به تکنولوژی میتونه یک ریسک ساختاری بودجه برای ایالت به وجود بیاره، چون اگر بازار سهام در این چارچوب ضعیف بشود درآمد مالیاتی هم میتونه به سرعت پایین بیاد. خبر دوم ما در ارتباط با وضعیت بوئینگ هستش در سال 2026 2025 و پیشی گرفتن اون از ایرباس. بوئینگ این شرکت غول پیکر که میتونه هواپیماهای غول پیکر تولید بکنه میدونید از وضعیت بحران و افت تولید در چند سال قبل به خوبی خارج شده و تحویل هواپیماها به بالاترین سطح در 7 سال اخیر رسیده است. بوئینگ در سال 2025
حدود 600 هواپیما به مشتریان خودش تحویل داده که بیشترین تعداد از سال 2018 تا کنون بوده است. حدود 72% افزایش نسبت به سال قبل نشانه ای از بهبود وضعیت تولید و عملیاتی شرکت بوئینگ است. فقط در 3 ماهه چهارم 2025 این شرکت 160 هواپیما تحویل داده و برای اولین بار از سال 2018 بوئینگ در سال 2025 در تعداد سفارشات خالص خودش از رقیب اصلی خودش، چون میدونید رقیب اصلی بوئینگ ایرباس هست، پیش افتاده و این یک نشانه قوی هست از اعتماد بازار و خطوط هوایی دنیا به آینده بوئینگ. این یعنی که بوئینگ بیش از ایرباس الان سفارش گرفته، حدود 1175 سفارش جدید در برابر ایرباس که 889 سفارش هستش. قیمت سهام بوئینگ در پایان سال 2025 به بالاترین سطح 2 سال اخیر خودش رسیده و سرمایه‌گذاران به دلیل رشد سفارش‌ها، افزایش تحویل‌ها نسبت به آینده امیدوار هستند. شرکت بوئینگ پیش بینی میکنه که در سال 2026 هم رشد این تحویل‌ها و سفارش‌ها ادامه پیدا بکنه و به تدریج از ایرباس جلو خواهد زد. تمرکز بر کاهش کارهای تکراری در خط تولید و بهبود کیفیت هم از اولویات‌هایی است که در شرکت ایرباس دنبال میشه. خب این هم از خبر مربوط به بوئینگ ما. و اما خبر سوم در مورد خودروی تسلا هست که همگان باهاش آشنا هستید. تسلا، یک نگاهی بکنیم به وضعیت تسلا. در سال 2025 1,630,000 خودرو تحویل داده. 1,630,000 خودرو در سال 2025 که تقریبا 9% کمتر از سال 2024 بوده و این دومین سال متوالی است در کاهش سالانه در تحویل خودروها. در 4مین فصل سال 2025 تسلا 418,227 خودرو تحویل داده که حدود 16% کمتر از مدت مشابه سال قبل خودش بوده. در 3 ماهه سوم 2025 رکورد تحویل و تولید رو البته تسلا زدش و 497 خودرو تحویلی و افزایش نسبت به سال قبل داشت. منتها این الگوی پیک در فصل سوم و کاهش به اصطلاح نسبتا زیاد در فصل 4 مربوط میشد به 2 مطلب. یکی اتمام یه مشوق مالیاتی بود که $7,500 در واقع میداد به خریداران تسلا برای خریداران به اصطلاح این ماشین الکتریکی که داده میشد به خریداران، باعث میشد بسیاری از خریدها جلو بیفته و در 3 ماهه سوم در واقع ثبت بشود. در این حال بخش انرژی و ذخیره سازی تسلا یکی از نقاط روشنش بودش. تسلا در 3 ماهه چهارم 2025 یک رکوردی رو در استقرار ذخیره سازی انرژی ثبت کرده. اما حالا به یه نکته‌ای هم اشاره بکنیم و اون اینکه رقابت جهانی با تسلا هم، چون دلایل کاهشش رو بخوام نگاه بکنیم، شدیدتر شده. شرکتی است رقیب تسلا
BYD چین تبدیل الان به بزرگترین فروشنده خودروهای الکتریکی در جهان شده و تسلا رو پشت سر گذاشته. تسلا الان داره روی فناوری های روباتاکسی، این ماشین خودرو که شما در لس آنجلس هم ببینیدش، در شهرهای دیگه هم، شهر بزرگ دیگه هم هستش، هوش مصنوعی و رانندگی خودران سرمایه گذاری میکنه و امیدوار هست که این بخش ها در بلند مدت به منبع درآمد مهمی برای تسلا تبدیل بشود. به هر صورت در کل فروش و تحویل خودروها کاهش پیدا کرده برای تسلا و این وضعیت برای دومین سال متوالی ادامه داشته بر اساس 2 دلیل: یک، حذف مشوقه های مالیاتی، دوم، رقابت جهانی که با تسلا در جریان هست. بذارید یه نگاهی بیاندازیم به وضعیت رقیب اصلی تسلا، BYD چین. این رو من یه مقداری بیشتر براتون توضیح بدم. در سال 2025 شرکت BYD از تسلا پیشی گرفته و عنوان بزرگترین تولید کننده خودروهای برقی در جهان را به دست آورده. این اتفاق هم در آمار کل فروش سال و هم در فروش خالص خودروهای برقی رخ داده. برآوردها نشان می‌دهد که در سال 2025 حدود 4,600,000 خودرو فروخته که نسبت به سال قبل هم رشد داشته. در مجموع فروش جهانی فعلا BYD از تسلا بیشتر خودرو فروخته و در صدر جدول قرار داره. ببینیم دلایل این موضوع چی هستش. عنایت بفرمایید که اول قیمت رقابتی است که BYD داره. معمولا قیمت کمتری نسبت به رقبا داره، به ویژه در اروپا و بازارهای در حال ظهور در کشورهای مختلف که زیاد هست، حالا هم در خاورمیانه هست، هم در افریقا هست و جای دیگه. گستردگی محصولاتش، تعداد زیادی مدل متنوع در سبد خودش داره که هم شامل خودروهای کاملا برقی و هم شامل خودروهای پلاگین هیبرید هستش. نشان میدهد که قیمتش هم تقریبا 30 تا 40% ارزانتر از خودروهای مشابه برندهای دیگرش مثل تسلا هستش. برای مثال خدمتون بگم که تسلا مدل 3 الان حدود $38,000 قیمت داره، در حالی که BYD سیل که چیزی از مشابه اون قیمتش هست $27,000 تا $35,000 نهایتاً. از باتری استفاده میکنه به نام بلید که هم امن‌تر هست هم پایدارتر هست. نمیخوام چیز بکنیم، این رو بر اساس گزارش‌های کارشناسی میگن. و هزینه تولید پایینتری هم داره این تولید این جور باتری ها و این به کاهش قیمت تمام شده BYD کمک میکنه. تمرکز روی صادرات هم هستش. شرکت برای افزایش سهم جهانی خودروی صادرات و گسترش شبکه فروش خارجی سرمایه گذاری زیادی انجام داده است. ببینید در افریقا، در خاورمیانه و در بسیاری از مناطق آسیای مرکزی BYD اگر میبینید الان میره افغانستان، حتی داره صحبت میکنه با حکومت این کشور، بی دلیل نیستش. یعنی صحبت میکنن برای فروش همین خودروهای برقی و به هر صورت فعلا توانسته با بازار خودروهای برقی تولیدی خودش و هیبریدی خودش با فناوری پیشرفته و قیمت‌های بسیار رقابتی سهم قابل توجهی از بازار جهانی EV یعنی خودروهای برقی رو
در سال 2025 به دست بیاورد. این از موضوع تسلا و رقیبش چین. و اما گزارشی داریم در مورد وضعیت تولید محصولات کشاورزی در کالیفرنیا که وضعیت تولید این محصولات در مجموع قوی و بسیار مهم هست برای اقتصاد هم خود ایالت و هم امریکا، اما با چالش‌های زیست محیطی روبرو هستش، با نیروی کار مشکل پیدا کرده و همینطور در مورد بازار جهانیش. اولا به اهمیت اقتصادی کالیفرنیا در به اصطلاح کشاورزی اشاره بکنم که کالیفرنیا یکی از بزرگترین قطب‌های تولید کشاورزی هست، هم در امریکا هم در دنیا. بیش از 400 نوع محصول در این ایالت کشت میشه، از میوه ها، سبزیجات، آجیل، محصولات لبنی، حالا اونا که دیگه به اصطلاح دامداری هستش، بخش دامداری و اون کشاورزی رو با هم چیز میکنن. بیش از 13% ارزش کل کشاورزی امریکا در ایالت کالیفرنیا است. 60 میلیارد دلار ارزش تولید محصولات کشاورزی این ایالت هستش. فکر میکنم بودجه فقط ایران اگر باشه حدود 100 میلیارد باشه. حساب بکنید فقط کالیفرنیا کشاورزیش بیش از 60 میلیارد ارزش تولید محصولات کشاورزیش هستش. محصولات شاخص این ایالت بادام، پسته، گردو، انگور، سبزیجات مختلف و بسیار چیزایی هست، ضمن که لبنیات مثل شیر و پنیر و اینها هم دیگه جای خودش داره. هم در صادرات و مصرف داخلی بازارهای خیلی خوبی داره و هم در صادرات. من فقط به لبنیاتش اشاره میکنم. دیری 8 میلیارد دلار ارزش سالانه است در صدر کالاها. اما در سالهای اخیر کالیفرنیا با 10 سال خشکسالی مواجه بوده که یکی از بزرگترین ریسک‌ها هستش. خوشبختانه در زمستان 2025 تا 2026 باید بگیم که ایالت برای اولین بار در 25 سال گذشته کاملا بدون خشکسالی گزارش شده و البته این مدیون اون تدابیر بسیار به اصطلاح مدبرانه و درستی هستش که هم از نظر جمع‌آوری آبهای سطحی و هم از نظر ذخیره سازی آبها و هم از نظر مدیریت مصرف و مدیریت منابع و به کارگیری شیوه های مختلف در واقع در مصرف آب بوده است. و هرچند که هنوزم سطح برف در بسیاری از مناطق سردسیر کالیفرنیا پایین‌تر از متوسط بلند مدت هستش و نیاز به نظارت مداوم داره، اما به هر صورت جوری شد که بعد از 25 سال امسال در واقع باعث شده است که خشکسالی در این ایالت گزارش نشود. استفاده از فناوری‌های نوین مثل داده‌های ماهواره‌ای، هوش مصنوعی، به کارگیری سنسورهای دقیق برای مدیریت بهتر آب، تغذیه، شناسایی آفات، همه اینا کمک کرده است که آب و منابع رو بهینه‌تر مصرف بکنن و بازه رو بالا ببرن. اما به چالش هایی که در این قسمت هم به وجود آمده است اشاره بکنم. مهمترین چالشی که الان ایالت کالیفرنیا باش روبرو هستش کمبود نیروی کار هست. بله، بخش زیادی از نیروی کار در مزارع در کالیفرنیا رو کارگران مهاجر تشکیل میدادن که الان سیاست‌های سختگیرانه مهاجرتی باعث 20 تا 40% از می شود که کاهش نیروی کار و مشکلات در برداشت محصولات می شده است و میتونه روی نرخ تولید و هزینه ها و در نهایت بالا رفتن قیمت ها و غیر قابل رقابتی کردن اونها تأثیر بگذاره. حضور شما عرض شود که صادراتش تحت تأثیر تعرفه های تجارتی هستش.
آفات و بیماری ها هم یک مسئله دیگری هستش، بیماری های دامی هم یه مسئله دیگری هستش. ولی به هر صورت فعلا با همه اینها باید بگیم که کالیفرنیا پیشرو هستش. فعلا با این چالش هایی که حالا روبرو میشه چجوری کار بکنن بحث دیگری هستش، ولی پیشرو هستش در تولید محصولات کشاورزی در امریکا و در دنیا هم رتبه بسیار خوبی رو داره و حالا باید ببینیم که در سال دیگر به چه نحوی عمل خواهد کرد. خب با این خبر مربوط و گزارش مربوط به اقتصاد کالیفرنیا و کشاورزی کالیفرنیا از شود که برنامه این هفته مجله اقتصادی ما هم به پایان میرسه. امیدواریم که هر جای هستید سالم و سلامت باشید و تا برنامه آینده شما رو به خدای بزرگ می سپارم. سلامت و سربلند باشید.